سلام بچه ها، به چنل CSIQ خوش اومدین. امروز میخوایم خیلی سریع یاد بگیریم که چجوری اسموک های فوری یا اینستنت یا اینستای ویندو توی میراژ رو یاد بگیریم. اول از همه میان توی ورکشاپ یه مپی هست به نام میراژ یوتیلیتی. خب ما توی میراژ یوتیلیتی هستیم. همونطور که میدونید خیلی از آیتم ها رو میتونید اینجا یاد بگیرید. حالا ما به اینا کار نداریم. اینجا اینستنت ویندو نوشته. خب اینجا میتونید انتخاب کنید اسپان اول، اینجا اسپان دوم، اینجا اسپان ها رو میتونید انتخاب کنید و بهتون میگه کجا رو بگیرید و چیکار کنید. شما میتونید اینجا بیاد خودتون تمرین کنید. منم خیلی سریع چیزا رو لاین اپ ها رو بهتون میگم. اول یه توضیح مختصری بدم راجع به اسپان ها. اینه که ما یه سری اسپان داریم، 3 ردیف. خب یه ردیف اولی که اینجاست، بچه ها اینجا اسپان میشن. یه ردیف داریم که اینجاست، تروریست ها اینجا اسپان میشن. یه ردیف هم داریم که اینجاست. خب این 3 تا ردیف اسپان میشن. ردیف اول اسموک اینستای خیلی خاصی براش نداریم. خب هست یه سری ویدیوها که یه لاین اپ های خیلی سختی میدن، ولی خب پیچیده میشه، نیاز نیست یاد بگیرید. ولی وقتی شما تو ردیف دوم یا ردیف سوم اسپان شدید، میتونید اسموک اینستا بدید که 6 مورد هست. اگر اشتباه نکنم 2 مورد توی این ردیف هستن، یکی اینجاست یکی اینجا، و 4 مورد هم توی این ردیف هستن. بیاید بریم شروع کنیم. میریم اسپان اول. خب اسپان وقتی یه جایی رو اولش میخواد یاد بگیرید، باید اسپان رو یاد داشته باشید که حدوداً تو چه منطقه‌ایه. خب من مثلا اولین باری که کد گذاشتم برای این اسپان شماره 1 این بود که این لوله ها جلومه. این لوله هایی که اینجا میبینید جلومه و یه همچین حالتی داره. و هر وقت تو این اسپان قرار گرفتی، شما این خط های سفید جایی که به هم میرسن قرار میدید، کراسایرتون رو اسموک در میارید. راند که شروع شد دبلیو جامپ رو میکنید اینجوری. و الان اگر دقت کنید اسموک ما خیلی راحت و تمیز اینجا افتاد. واسه اسپان دوم بگم که اینجا یه خط تیره هست. یه مقداری اولش شاید گیج بشید اولا که کجا هست. این وسط پنجره اینجا یه خط سیاه تیره هست. یه کوچولو پایینترشو میگیرید و بذارید تا من با استایل بگم. این تیکه تیره اینجا مثلا، بعد دبلیو جامپ رو میکنید دوباره. نیا کنید دوباره این اسموک میفته و پنجره اسموک میشه. بریم سراغ اسپان بعدی. اسپان سوم اینجا هست. اون اگه یادتون باشه یه اسپانی بود که این لوله ها روبروش بود، الان این تیکه روبروشه. وقتی اینجا افتادید این میله ها و شکل هایی که رو میله ها هستن رو در نظر میگیرید. اینجا این مثلث کوچولویی که اینجا هست رو پیدا میکنید. نگاه کنید و وسطش یه جورایی ایم میکنید و دبلیو جامپ رو دوباره. همونطور که میبینید دوباره اسموک اینستای ویندو افتاد. خب بریم سراغ اسپان چهارم. اسپان چهارم این حدودا هست. شما وسط فرش هستید و یه جور خودتون کد بذارید دیگه، میدونید چی میگم. اینجا واسه اینکه اسموکشو بندازید، این پله هایی که اینجا مشاهده میکنید روی طرح قالی، پله اول، خط پله اول جایی که میاد پایینو میاد وسط این انگار پله رو میاد تا این وسط اینجا. اوکی و دبلیو جامپ رو دوباره میبینید که اسموک ما قرار لند بشه و بیفته. خب میریم سراغ اسموک پنجم و اسپانش اینجوری هست. یادتون باشه روبروی این پنجره سفید هر جوری که خودتون میخواید کد بذارید. این اولش یه مقداری سخته که مثلا بدونید کجا اسپان شدید، کدوم لاین اپ رو باید بدید. مثلا من ممکنه اولش مثال میگم
اینجا بیفتم، ولی خب خط اونجا رو بخوام بگیرم. خب ولی یه مقدار که تمرین کنید، یه چند تا اسموک بدید، دستتون میاد دیگه. اسپان پنجم، این شکلک های روی نرده ها میاید تا 4می. نگاه کنید 1 2 3 4. روی این دایره سمت چپ این شکلکه کراسرتون رو میذارید و جامپ ترو، دبلیو جامپ ترو ببخشید. نگاه کنید همونجور که میبینید دوباره اسموک ما میفته و ما دوباره اسموک اینستای ویندو رو داریم. خب میریم سراغ اسموک آخر، اسپان ششم. یه مقداری شبیه اسپان 2 بود که اینجا بود. نگاه کنین اسپان 2 و 6 یه مقدار شبیه همه، باید حواسون باشه. اسپان 6 یه مقدار سمت راستره و اینم یه مقداری لاین اپش سخته. من حتی بعضی وقتا شده خودم هم فراموش کردم، ولی اینم یه لاین اپ حرکتی داره، یعنی شما مستقیم از جایی که هستید دبل جامپ رو بدید نمیفته، باید یه مقداری تکون بخورید با یه خط خاصی که الان بهتون میگم. شما این خط تیره رو اینجا پیدا میکنید دقیقا زیر این خط قرمز به این صورت. این یه مقدار سمت راستش رو میگیرید، وقتی که تکون نمیدید دیگه موسا. وقتی راند شروع شد شیفت رو میگیرید میاید سمت راست تا به اینجا برسید. خب اینجا کجاست؟ اینجا این جایی که این خطه، این تیکه از دیوار با این میله همراستا میشه و میله در وسطش قرار میگیره. خب کراسرتون رو نباید تکون بدید. الان من چون تکون خوردم دوباره میرم. نگاه کنین اینجا رو خط میذارید میاد سمت چپ و دبل جامپ. نگاه کنین یه مقداری از همش سخت تره اول، ولی بازم چیز خیلی خاصی نیست، یعنی از اون چیزی که فکر میکنید اسموکای اینستای میراژ راحت ترن و شما میتونید خیلی راحت تسلط پیدا کنید و همه مپای میراژی که بازی میکنید، حالا چه تو فیسی چه تو پریمیر و کامپ، اسموکای اینستا رو میتونید بدید تقریبا تو همه راندا، اگر که 2-3 نفر یاد داشته باشید. اگه خودتون تنها یاد داشته باشید که اگر توی این خط اسپان بشید دیگه باید اسموکو برید اینجا دستی بدید دیگه. ولی وقتایی که شما اسپانتون تو این خط و این خطه، اسموک اینستای ویندو شما هر ران میدید و دیگه اصلا اسنایپر توی ویندو اینجا اصلا معنی پیدا نمیکنه دیگه برای سیتی، مجبورن جای دیگه بازی کنن و خیلی راحت میتونید مثلا میگم خیلی راحت میگید که من اسموک اینستای ویندو رو میدم، یه نفر کانکتور رو بده یا کانکتور رو حتی مثلا حضوری از خود میت بدید به این صورت مثلا، بعد اسموک میشه میرید میت تو بی میکنید یا مثلا شورت رو اسموک میکنید میت تو ای میکنید، هر جوری که حالا خودتون پلن میخواید بریزید دیگه میت مال شما میشه و همین دیگه. این بود اسموکای اینستای میراژ. برای یاد گرفتنشون شما میتونید هم از روی ویدیو ضبط کنید، هم اینکه بهتر از اون بیاید توی این مپ میراژ یوتیلیتی و این اینستنت ویندو ها رو تمرین کنید. این هلپش هم بزنید که بهتون بگه مثلا چیکار کنید دبلیو جامپ رو، یا مثلا شیشمیش اینجوریه که این خط رو بگیرید بیاید راست و دبلیو جامپ رو کنید. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه که باعث دلگرمیه. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.